با هوش مصنوعی استراتژی خودت رو تبدیل به ربات کن که به صورت خودکار برات ترید بکنه که نیاز نباشه روزانه چندین ساعت بشینی پای چارت. قراره تو این ویدیو به شما روش کار با یکی از بهترین هوش مصنوعی رو آموزش بدم که این هوش مصنوعی بچه‌ها کاملا رایگان هست، توی سیستم به راحتی قابل اجراه و اصلا نیاز به فیلتر شکن هم نداره. هر گونه دستوری، هر گونه استراتژی معاملاتی که داری رو میتونی به این هوش مصنوعی بدی به صورت کاملا فارسی و اون میاد کد آماده شو بهت میده، کد آماده بدون نیاز به کد نویسی. میای کد رو توی متاتریدر وارد میکنی و ربات برات قابل اجرا خواهد بود. سلام و درود فراوان، محمد رئیسی هستم. افتخار به کانال بنده رو سابسکرایب کنید، براتون هر روز ویدیوهای با ارزشی میذارم. بچه‌ها ببینید اسم این ربات هست، اسم این هوش مصنوعی بچه‌ها هستش هوش مصنوعی مانیکا. خب که میتونید از طریق لینکی که تو قرار دارم داخل دیسکریپشن اون رو به افسونه مرورگر خودت اضافه بکنی. ببینید این همون هوش مصنوعی مانیکا هستش که اینجا قابل اجرا هست. ببینید به این صورت اینجا ببینید نوشته چت جی پی تی مانیکا. خب این خوبیش اینه که بچه‌ها نیاز به فیلتر شکن نداره و متاسفانه چت جی پی تی وی پی ان میخواد و خیلی حساسه، اما خب این نه، این نیاز نداره و به راحتی قابل اجراست مخصوصا توی سیستم. اینو از طریق لینک براتون قرار بدم داخل دیسکریپشن به مرورگر خودتون که بعد توی مرورگر کروم اینو اضافه کنید اضافهش میکنید و این بالا گوشه سمت راست اضافه میشه براتون توی این قسمت و میتونید ازش استفاده بکنید. و زمانی که اضافه شد زمانی که اضافه شد چیکار میکنید؟ میاد اینجا به زبان فارسی هر چیزی که داشتی رو در رابطه با هر استراتژی معاملاتی، میخواد خط روند ساده باشه، نمیدونم هر چی که میخواد باشه، الگو باشه، واگرایی باشه، حمایت مقاومت، هر استراتژی خودت مد نظرت هست میای به زبان فارسی براش مینویسی. آقا من یک کد میخوام برای متاتریدر 4 بر اساس مثلا برخورد سوم خط روند. اینو مثلا در حد مثال دارم میگم یا اصلا نه، میگی من یک کد برای متاتریدر میخوام که بر اساس ترکیب الگوی دو قله باشه با واگرایی RSI یا مثلا واگرای مکتی. خب اینم هست. یا نمیدونم آقا هر چیزی میخواد باشه دیگه و میتونی به زبان فارسی براش بنویسی و اون میاد کد رو به تحویل میده. حالا شما میاد کد رو چیکار میکنی؟ ببین مثلا این همون کدی هست که من ازش گرفتم استفاده دارم میکنم. ببین این کد رو من خودم ازش گرفتم و دارم فعلا باش کار میکنم. حالا زمانی که کد رو گرفتید کد رو کپی میکنید میاد توی متاتریدر. اینجا بچه‌ها یک بخشی هست توی متاتریدر اسمش گزینه تولز. خب روی میزنید که البته اگر روی دکمه F4 هم بزنید براتون میاد. حالا ببینم F4 یا F8 بزنید روش کلیک کنم الان مشخص میشه. بله F4 روی F4 که کلیک بکنید براتون میاد گزینه. حالا من روش کلیک میکنم براتون این صفحه به صورت خودکار باز میشه. اینجا میایید روی گزینه نیو کلیک میکنید. خیلی ساده بچه‌ها، اصلا نیاز به پیچیدگی و آموزش خاصی نداره. روی نیو کلیک میکنید براتون این پنجره باز میشه. حالا روی نکست کلیک میکنید براتون این قسمت میاد. اینجا نام رباتتونه، نام همون بچه اکسپرتتونه. حالا هر چی میخواد باشه، هر اسمی که براش بذارید. مثلا من میزنم اینجا وارد میکنم نیو. خب اسم ربات یا اکسپرت من نیو هستش. حالا روش کلیک میکنم میگه قبلا یه سری نیو زده شده. خب یه اسم دیگه میذاریم. چی میذاریم؟ مثلا میزنیم چی میزنیم مثلا فارکس. خوبه میزنیم فارکس. روی نکست دوباره کلیک میکنید، دوباره نکست، دوباره فینیش، نکست و تمام میشه. براتون بچه‌ها این پنجره باز میشه. ببینید اینجا نوشته فارکس. خب این قسمت میاد کل این کدا رو با جا پاک میکنی و کدی رو که کپی کرده بودی از توی هوش مصنوعی اینجا وارد میکنی. حالا من این کد رو پاک میکنم. خب و کدی رو که هوش مصنوعی گرفته بودی اینجا پیستش میکنی، واردش میکنی و زمانی که کد رو پیست کردی روی گزینه بذارتون بیارمش
روی این گزینه کلیک میکنید. خب روی این تیک سبز اینجا هست، روی تیک کلیک میکنید. حالا اگر اخطار یا نمیدونم چی بهش میگن خدایا، اگر موردی نداشته باشه، کد اوکی باشه، مشکل نداشته باشه، براتون این پایین چیز خاصی نمیاره. خب این قسمت ببینید براتون توی این قسمت باشه چیز خاصی نمیاره. اما اگه کدتون ایراد داشته باشه اینجا بهتون هشدار میده، میگه آقا کد ایراد داره، رفع کن ایرادشو. دقیقاً از همین تیکه، از این تیکه عکس میگیری با گوشیت، عکس رو میفرستی برای هوش مصنوعی، یا نه با خود سیستمت یه اسکرین شات میگیری و براش میفرستی، برای هوش مصنوعی میفرستی، میگه آقا من کد وارد کردم و این مشکلم بوده، اصلاحش بکن، و میاد کد اصلاح شده رو به صورت کامل دوباره برات میفرسته هوش مصنوعی. کد رو میای اینجا پیست میکنی. حالا زمانی کد رو پیست کردی، اگر دیگه بهت اخطار هشدار چیزی نداد، دیگه اوکی شده و اون کد بچه‌ها قابل اجرا هستش و دوباره میای روی این تیک سبز اینجا روی گزینه کلیک میکنی و بعد زمانی که بهت هشدار نداد روی این گزینه بچه‌ها اینجا کلیک میکنید. زمانی که روی این کلیک کردی مستقیم میره توی متا تریدر و اونجا اضافه میشه توی سیستمت و میتونی ازش استفاده بکنی. حالا زمانی که کد رو اضافه کردی و اضافه شد به متا تریدرت، ربات برات اومد، اینجا میای روی توی این قسمت اکسپرت یک کلیک راست میکنی، روی رفرش میزنی، برات اضافه میشه. مثلا من این کدی رو که از قبل خودم زده بودم توی متا تریدر خودم، ببینید از قبل دارمش، چند تا دونه هست که فعلا اونی که دارم روش کار میکنم و اوکیه اینه، کد مستر، اینا اینجاست. ببینید این کد مستر من جدیداً دارم روش کار میکنم، خیلی اوکی هستش، با همین هوش مصنوعی هم درستش کردم. حالا من میخوام از همین کدی که از هوش مصنوعی گرفتم و اسمش هم مستر هست ازش بک تست بگیرم. حالا میام چیکار میکنم؟ میام این یه گزینه هست که ذره بینه، اینجا یه گزینه، روی این کلیک میکنیم. این برای بک تست گرفتن از رباتتونه. روش کلیک میکنید، براتون این پنجره کوچیک این پایین باز میشه. خب حالا میای چیکار میکنی؟ از این قسمت روی این کلیک میکنی، میتونی ربات یا همون اکسپرت خودتو انتخاب بکنی که من روی حالا مستر هست، یو اس سی هم هست، من روی یو اس سی کلیک میکنم، اینم یکی از بهترین رباتامه. روی یو اس سی میزنم، روی نماد یو اس سی همون داو جونز هستش ستش کردم. حالا میخوایم از این بک تست بگیریم، من اینو تا اینجا میارمش بالا چون که تا همیت کافیه. حالا زمانی که روش کلیک کردید چیکار میکنید؟ روی استارت این پایین کلیک میکنید. میخوام همه چی براتون مشخص باشه که جای ایراد نداشته باشید. و حتی میتونید اینجا تایم فریم رو مشخص بکنید، اینجا میتونید تنظیمات رو تغییر بدید، نمیدونم تاریخشو، این تیکه به این صورت باشه، این تیکه به این صورت. این سرعت بک تست هست، اینجا که هست این گزینه، اینجا اینقدرم خط میکشم زشت شد دی چارتمون. حالا من روی استارت که کلیک میکنم این میره برای بک تست گیری انشاءالله. خب یو اس سی کار نمیکنه، بذار روی یو اس سی و 3 این فکر کنم اوکی باشه. بذار ببینیم. بله داره بک تست میگیره. ببینید این یکی از ربات، ببین چند تا ربات دارم خب که دارم روش کار میکنم، این یکی دیگه شون بود فعلا داره کار میکنه، ربات یو اس سی و 3 بود اسمش و داره بک تست رو انجام میده. حالا ببینید اینجا میتونید برای خودتون تغییر بدید گزینه‌اشو. مثلا اینجا من روی این گزینه کلیک میکنم، روی اولیه میذارم روی اوریتیک، استارت رو میزنم. حالا ببین چی میشه، با سرعت یواشتری براتون بک تست میگیره. ببین به این صورت. کل موجودی اولی $1000 بود، الان شده 1000 تقریبا $300.
و داره همینجوری افزایش پیدا میکنه. بچه‌ها نکته مهمش اینجاست که شما بعد زمانی که بک تست تو اوکی شد، بعد حتما بیایید توی لایو مارکت تست کنید. حالا اول توی حساب دمو و بعد توی حساب ریل. اینجوری نباشه که بیای مستقیم بهش حساب وصل کنید، نه، اول بک تست که اوکی شد، تایید شد، بعد میایید توی لایو مارکت، توی حساب دمو و بعد توی حساب ریل. این بود کلیات کارمون. اگه خودتون برید یه چند روزی باش کارو بکنید، براتون قلق کار دستتون میاد که بسیار کار راحت و جذابی هستش و اصلا پیچیدگی خاصی هم نداره. خیلی مخلصم، مواظب خودتون باشید. این داره همچنان بک تست میگیره. حتما کانال بنده رو سابسکرایب کنید، براتون هر روز نکات و محتوای با ارزشی میذارم که قطعا جای پیدا نمی‌کنید. و همینطور آموزش امروز هم راجع به نحوه ساخت ربات بود بدون نیاز به کدنویسی، با استفاده هوش مصنوعی، و ان شاءالله که لذت برده باشید. خیلی مخلصم، فعلا خدا نگهدار.